سلام دوستای عزیزم، من پریا خواص هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی ویدیوهای قبلی من بحث 3000 تا کلمه رو شروع کردم و توی کانال تلگرام هم اون 3000 تا کلمه رو دارین و میتونین ازش استفاده کنید. حالا ما شروع کردیم تلفظ کلمه ها رو بهتون گفتم که چیکار کنین تلفظ کلمه ها رو یاد بگیرین. توی ویدیوهای قبلی یه چیزی هم که بهتون گفتم گوگل وایس بود. یعنی شما میتونید تلفظتون رو با گوگل وایس چک کنید. بازم تاکید میکنم ویدیوهای قبلی. اوکی، همه رو بذار کنار. امروز میخوام یه چیز جالب بهت بگم. فکرشو بکن تا حالا شده یه سوپی بخوری، یه غذایی بخوری، یه دفعه بری خونه مامان بزرگ. یعنی توی ذهنت یه دفعه میری آخ اون لحظه که مامان بزرگ این سوپو آورد، اون حیات، اون حسچه، حالا نمیدونم. یا اینکه همین الان من بهت میگم مثلا سیب. یه دفعه تو ذهنت یه تصویری از سیب، حالا قرمز، سبز، زرد، هر چی میاد. حتی بوش هم ممکنه حس کنی. یا یه چیز دیگه میگم، کله پاچه. آخ کله پاچه. مثلا یه کله پاچه، حتی بوش هم یه دفعه میاد توی ذهنت. یا اینکه ساعت 4 صبح یه بار با دوستات قرار گذاشتی رفتی کله پاچه خوردی. چرا اینجوریه؟ مغز اتصالات داره، مثل زنجیر اطلاعات رو به هم وصل میکنه. من میخوام از این قابلیت مغز استفاده کنیم، کلمه ها رو زنجیروار یاد بگیریم. هرچی این اتصالات بیشتر باشه بهتر تو ذهنتون میمونه و یادتون نمیره. حالا مثلا بیایید یه کلمه رو با هم استپ بای استپ بریم جلو. بهتون میگم چه زنجیرایی رو کار بگیریم که تو مغزتون این کلمه هک بشه. مثلا کلمه ای رو من میگم مثل ماجیک. این جزو همون کلمه های 3000 تا کلمه است که خیلی مهمه. کلمه ماجیک، اولین کاری که میکنم، من الان تبلتم رو برمیدارم. خب کلمه ماجیک رو میخوام من یاد بگیرم. The first step, okay, اولین استپ ما I want you to Google the word. ماجیک رو گوگل کنیم. خب من میزنم توی گوگل کلمه ماجیک search. اوکی؟ پس ماجیک رو می نویسم و search رو می زنم. اوکی. We Google the word magic and چی کار میکنیم؟ میریم توی قسمت images، عکس‌ها. هر کلمه‌ای میتونه باشه ها، نه فقط ماجیک. عکس‌ها رو یه نگاه میندازیم. مثلا این عکس. چه میدونم؟ هر عکسی. عکساشو یه نگاه میندازیم. این عکس. یه چیزی توی ذهنمون شکل میگیره. این زنجیر اوله. پس حتما Google the word, first step, Google the word and look at the images. میریم سراغ زنجیر دوم. میریم توی لانگمن. حالا یا لانگمن یا گوگل دیکشنری. I talked about it. I discussed this issue so far. من راجع به این قبلا حرف زدم. میره توی گوگل دیکشنری یا توی لانگمن، اپلیکیشن لانگمن. این اپلیکیشن لانگمن منه. توی سرچش من میزنم ماجیک، همون کلمه‌ای که میخوامو. اینم کلمه ماجیک من. خب Y-double-C. خب ماجیک نمیخوام معنیشو الان ببینی ها. part of speechشو ببین. یعنی چی؟ یعنی ببین که اسم، فعل، adjective، صفت. What is it? The part of a speech. الان من نگاه میکنم این کلمه با رنگ قرمزه چون جزو 3000 تا کلمه است، همونطور که گفتم. و چی؟ part of a speechش چیه؟ noun، اسمه. 3 تا part of a speech دیگه هم داره، adjective و verb، فعل و صفت. حالا من با این کار دارم. معنیشو من توی جمله میبینم. مثلا Do you believe in magic? Do you believe in magic? به ماجیک ایمان داری؟ حالا ممکنه شما اصلا بگی من نمیفهمم هنوز. هیچ مشکلی نداره. من ازتون میخوام که فارسی رو بذارید کنار. دیکشنری انگلیسی به فارسی الان به درد ما نمیخوره. چون این اتصالات رو میریزه به هم. میایید این معنی رو هم میخونید. میگه the power to make impossible things happen by saying a special words. بیبیدی بابدی بو. اوکی؟ از اینجا ننوشتم، من میگم. خب این دومین استپ ما بود که بیایم پارت اف اسپیچش رو توی لانگمن چک بکنیم، معنیشو هم بخونیم. اوکی؟ حالا
کار بعدی که میخوام ازتون بکنم، یعنی ازتون میخوام که انجام بدید، the third step goes for synonyms. مترادفاشو چک کنیم. مترادفا رو کجا چک کنیم؟ تو همین لانگمن مترادف معمولاً برای کلمه‌های مختلف داره. اگر نداشت یا حتی اگرم داشت مهم نیست. 2 تا وبسایت عالی بهتون معرفی میکنم. یکیشو قبلا گفتم www.wordhippo.com. من اصلا همین الان میخوام یه word hippo رو برای شما بیارم. wordhippo.com. بریم ببینیم word hippo چیه. این سایت word hippo منه. ببینید این شکلشه. اینجا من کافیه این کلمه رو بزنم. خب magic و میگه که another word for یه کتگوری ازتون میخواد opposite of، یعنی ضدش چه کلمه ضدشه، باش جمله بسازم. همه کاری با این میتونی بکنی. یا اینکه مثلا مینینگش رو حتی میتونی حتی از همین، یا another word همون سینونیمه یا مترادفه، میزنی find it و براتون پیدا میکنه تمام سینونیم‌ها و مترادفاش رو. یه نگاه بهشون بندازی خیلی خوب. مثلا وودو، دیگه وودو رو همه میدونیم. یه جادویی هست وودو سوزن میکنن توی عروسک. این از این. حالا سایت بعدی thesaurus.com. thesaurus.com اینم خیلی وبسایت خوبیه. اینم دوباره من براتون میزنم. خیلی وبسایت خوبیه ها. thesaurus.com خودش میاره. اصلا بزنید thesaurus خودش اولین در واقع چیز رو میاره. من رو این کلیک میکنم میره تو وبسایتش. اینجا کافیه کلمه رو بزنی و سینونیمش رو بهت میگه. تموم شد و رفت. خب الان که زنجیرها به هم بست شده و شما این کلمه جدید رو یاد گرفتی، آخر سر نفهمیدی که دیگه اصلا همه این استپا رو رفتی، ولی ازت میخوام این استپا رو بری حتما. آخر سر متوجه نشدی معنیش چیه، برو بزن فارسیشو ببین. اوکی؟ Very good. I wish you luck and happiness. امیدوارم که موفق باشی و دوست دارم ازم سوال کنی. Please subscribe to my YouTube channel. Goodbye.